عجل پروای پیغمبر ندارد، عجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسم است رسمی آدمی زاد، که جانش مهرود باور ندارد. برادران عزیز و بزرگوار، حتما یک روز من و شما از این دنیا می رویم. عزیزان خدا یک مقاله داره، میگه انسان روزی که به دنیا را آمدی، برای تولدی تو همه خرسند و شاد بودن، اما تو گریان تولد شدی. یک نوع زندگی بکن که روزی که از دنیا می روی همه برای تو گریان باشن و تو از دنیا خندان بروی. با ملائک روح پاکش جانب رحمان برفت، جمله گریانیم و او خندان برفت. اگر من و شما در این دنیا در عبادت و بندگی خدا پیش قدم و ثابت قدم باشیم، در عبادت و بندگی خدا زندگی کنیم، انشاءالله رب العالمین لحظه که ما از دنیا بازگشت میکنیم و لبی پر از خنده، یعنی که بریزای الله به دعوت الله رب العالمین ما را دعوت میکنه که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. انشاءالله در اون حالت می رویم. به این خاطر من و شما باید که از این جنازه، از این پدر که حضرت داملا را قبلگاهشون بودن، در سین 69 سالگی وفات کردن. در اصل چند روز پیش ما جنازه مادر خواندیم، امروز جنازه پدر میخوانیم. این خیلی برای ما دشوار و سخت است. هر روز یک به یک این بزرگوارها را از دست داده ایستادیم. باید که از مرگ و مراسم و جنازه اینها ما و شما یک عبرت خوبه بگیریم. پیغمبر بزرگوار گفتن کفا بالموت واعظا، این برای شما واعظ است، این برای شما نصیحتگر است، این برای شما پندهنده است. ای انسان عبرت بگیر که روز این چنین مثل این قبلگاهی از دنیا می روی. این عمر به ابر نوبهاران ماند، این دیده به زیر کوهساران ماند. ای دوست چنان بزن که بعد از مردن انگیش کزیدن به یاران ماند.